عجیب ترین رکوردهای گینس که اگه ببینی شاخ در میاری. با من همراه باش تا رکوردهای باور نکردنی و جذاب رو بهتون بگم. درازترین بینی جهان متعلق به مردی از ترکیه با طول 8 سانتی متره. این شخص تونسته در سال 2010 این رکورد رو به نام خودش ثبت کنه. کریس والتون رکورد جهانی بلندترین ناخن‌ها روی هر دو دستش رو در بین زنان در اختیار داره. طول ناخن‌هاش به بیش از 9 متر و 601 سانتی متر میرسه. او حالا ادعا داره که از سال 1990 ناخن‌های خودش رو کوتاه نکرده. این مرد اهل آمریکا رکورد بلندترین ناخن‌های جهان برای هر دو دستش رو در بین مردان داره. طول ناخن‌هاش به بیش از 9 متر و 85 سانتی متر اندازه گیری شدن. مژه های این خانم چینی به قدری بلندن که اونا رو پشت گوشش میبره تا جلوی دیدش رو نگیرن. بلندترین مژه او 12 سانتی متره که رشدشون همچنان ادامه داره. جان ایوانز یک ماشین مینی رو روی سر خودش نگه داشت. وزن ماشین 159 کیلوگرم بود و ایوانز تونست به مدت 33 ثانیه اون رو روی سرش نگه داره. این مرد آمریکایی به گذاشتن چیزهای مختلف در داخل ریشش مشهوره. در سال 2018 او تونست 3500 عدد خلال دندون رو در داخل ریشش قرار بده. این کار 3 ساعت و 13 دقیقه از او زمان برد. او در تلاش‌های دیگرش نی کاغذی، گوی درخت کریسمس، مداد و چنگال در داخل ریشش قرار داد که همه اینها رکوردهای جهانی براش به ارمغان آورد. این سگ رکورد درازترین زبون دنیا را در کتاب گینس ثبت کرده. زبون او 12 سانتی متر طول داره، در حالی که رکورد بلندترین زبان یک انسان 10 سانتی متره. این مرد ترکی که بزرگترین دست و پای جهان رو داره قدش 2 متر و 51 سانتی متره. در مقابلش این خانم هندیه که متولد سال 1993 تنها 62 سانتی متر قد داره. او ابتدا کوتاه‌ترین نوجوان زنده دنیا شد و سپس رکورد کوتاه‌ترین زن زنده دنیا را هم به نام خودش کرد. بیشترین تعداد قاشق بر روی بدن انسان دست این آقای گرجستانیه که تونسته 51 قاشق بر روی بدنش قرار بده. اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک کن تا رکوردهای عجیب تری بهتون بگم. مردی اهل جمهوری چک که در روز تمام رو بدون آب و غذا درون تابوتی زیر خاک زنده مونده. تنها یک لوله برای رسوندن هوا از سطح زمین به درون تابوت متصل بوده. فرد قبلی دارنده رکورد تونسته 4 روز رو بدون آب و غذا زنده بمونه. بیشترین تعداد زنبور بر بدن انسان دست زنبوردار چینیه که بدنش پوشیده شده از 331111 تا زنبور. مرد سبیلوی ایران با سبیل‌های 122 سانتی متری. محمد علی نژاد 55 ساله ساکن بوشهر. او با سبیلش به طول 122 سانتی متر به عنوان رکورددار درازترین سبیل جهان شناخته شد. یک فرد استرالیایی در سال 2009 تونسته در یک برنامه زنده وزنه 411 کیلویی رو با کاسه چشم خودش بکشه. طولانی ترین موی ریش دست این آقا از نروژه که طول موی ریشش به 5 متر و 33 سانتی متر میرسه. با من تا آخر ویدیو همراه باش تا رکورد بزرگترین عضو بدن یک مرد رو بهتون بگم. این آقا اهل انگلستان به دلیل مبتلا بودن به بیماری نادر میتونه پوست خودش رو به بیش از 15 سانتی متر بکشه. این مرد تونسته 227 تیشرت پوشیده شده روی هم رو به صورت همزمان با موفقیت در سال 2004 به نام خودش ثبت کنه. این خانم برزیلی اولین پیرسینگ خودش رو در سال 1997 انجام داد. او تا سال 2008 در مجموع 4225 پیرسینگ انجام داده. او رکورد بیشترین پیرسینگ رو در بین زنان در اختیار داره. این مرد از انگلستان تونسته آروغی با صدای 112 دسیبل بزنه که بسیار بلند و خنده‌دار بود. اگه رکوردهای عجیب دیگه ای میدونی که من نگفتم برام کامنتشون کن. این خانم ساکن انگلیس رکورددار جوانترین دختر جهان با ریش کامله
که به سندرم تختان پولیکیست مبتلاست. این سندرم یک بیماری هورمونیه که میتونه منجر به رشد موهای زائد صورت بشه. در سال 2016 اولین زن ریشداری بود که در هفته مد لندن به عنوان مدل حضور داشت. این مرد بازیگر و نویسنده آمریکایی که در سال 2000 به علت آلت تناسلی بزرگش مورد توجه قرار گرفت. آلت تناسلی این شخص به اندازه 35 سانتی متره که تونسته رکوردش رو به نام خودش ثبت کنه.